کنم کمیته استیناف از جهت فقدان صلاحیت در واقع کمیته اخلاق برای صدور حکم در مورد اظهارات خلاف واقع میتونه اینجا که ارجاع بکنه کمیته انضباطی، اونجا آقای حسن زاده همکاراتشون تصمیم مقتضی رو اتخاذ خواهند کرد. عدسه صبر اومد، یعنی ان شاء الله این اتفاق عدسه چغر بد بدن اومد که این کشته امروز بود. این علیرضا باقری و سعید 77 امتیاز گرفتن. خب اگه میشه 7 بازی رو درست گفتن آیه تبریزی، یه بازی هم فقط تفاضلش رو درست گفتن. باقری استاد باقریه؟ کدوم باقری؟ علیرضا باقری که هر کی حداقل 10,000 نفر علیرضا باقری. کدوم باقری؟ یه دونه هست تو نه اون نیست. سعید دهقانی این دفعه 77 امتیاز گرفتم. به خانم داریم تو اینا. صدات هم مثل که خوبه ها؟ من نه بابا. حالا بریم تصاویر ببینیم. میشه نشون ندید؟ نه بذار نشون بدیم. من خوندی قشنگ استعدادتو نشون دادی ولی من به صندلی نمیدادم. هرچند بهار یه رنگیه، هرچند بهار یه رنگیه، اما تو الان فکر می‌کنم آقای مولایی بدنساز تیم پرسپولیس یکی از محرومین این پرونده. بله. سلام علیکم. الو شما خودجوش خودتون اومدید. آقای مولایی شما هستید؟ نه آقای فردوسی پور، من یک مثلا مریضم که شما شما آقای ایلدروم هستید؟ بچه کی گرفتی؟ فکر کنم یکم اینجا گرفته کلا خودجوش اومده. من مولایی هستم آقای مولایی سلام. شما خوبه؟ سلام قربان شما. خوبید؟ قبلی که شما نبودید. الان من آقا کی بود فکر کنم چیزی. خب آقای موهای شما که سوال حالا جدی الان نزدیک دارم. یکی سواله همیشه شما 90 دقیقه میدویدید عرق میکردید موها همینجور وای میدید. ما حالا همین چارلاخ مو رو شما تو رو به خدا امروز هم رفتم صبح کوتاهش کردم که دیگه گیر ندارین همین فردا میرزه از سرمون. نه جدی حالا چیکار یعنی چی میذارید تو سرتون؟ چیز خاصی نمیذاریم ما. میمونه دیگه همینطوری میمونه. الان دست بزنم یه داداش ما در کمک. نه چه حسی بهتون دست داد؟ نه از واقعا موی خیلی خوبه اوکی نه همه چی. ها 90 دقیقه میدوید بعد مثلا چند 12 کیلومتر 11 کیلومتر بعد مو همینجوره یعنی آخرش همینجوره یعنی تکون نمیخورد. حتما خودم اون فرو همینجوری میمونه خیال نکنید ولی موساف سال ندیده بودم اینجوری وایسه با همین 438 برنامه ما مسابقه پیام کنم بگم. خب الان اعتراضاتون تموم شد؟ اعتراض بریم سراغ شما ماشاءالله خودتون میرین پشت دوپینگ میکنین میاد. نه به خدا هیچ من کلا یه نصف چای خوردم اونم چایش بعد یه شیرینی کشمشی هست من کشمش خیلی بدم میاد. هر هفته آقای نعیمی داریم خب دقیقاً هر هفته میره شیرینی کشمشی میگیره یعنی بدمزه ترین شیرینی جهانو میره میگیره و خیلی جالبه. بابا این همه چه شیرینی کشمشی میگیره آخه چه کاری من چه کاری قرارشون نگن آقای معرفی چقدر میگیره چه کاریه راست میگه. خب محبوب چون نزدیک رفسنجان 200 خورده کیلومتر با رفسنجان فاصله تا یزدم به دنیا اومدم. آقای میرشمسی عزیز یعنی من یه جورایی همشهری شما هستم تو بیمارستان دکتر مجیبیان من به دنیا اومدم. مثلا چند وقت دکتر مجیبیان هم صحبت کردم و گفتم اگه بقیه بفهمن که شما منو به دنیا آوردید آی 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 چقدر میان سراغ شما میگن چه کاری بود کردی تو آخه. خب خوبی آقای میرشمسی؟ ببینید در قراردادش نوشته accept and follow. accept and چی؟ follow پیروی کردن و تبعیت کردن. در قراردادش نوشته اگر فدراسیون فوتبال با هر اسپانسرینگی قرارداد بست خودش و تیم فنیش باید اون لباس رو بپوشن و جمع بگیره. آقا چیز مثلا اون توی من زده ازش ممنونم. خیلی ممنون. دارم بازم بیشتر دوری کنه. بعد یه سوال این چیزی که با من این صحبت داره میکنه. ماشاءالله این اکسپتن چی بود من نفهمیدم. کدوم عکس؟ اون گفتید اکسپت اند یه چیز گفت صداتون نمیاد. بابا الان گفتید تو قراردادش بود اکسپت اند نمیدونم. ببین تو قراردادش نوشته ایشون عکس میپذیرد و فولو پیروی میکند از چی؟ فالو میگید فالو دیگه بله؟ فالو آره شما ماشاءالله استاد زبان نه فکر خدا چی برای نمیشه میخوای حسی کنم براتون. براش آقای کیروش انداختی که دست آقای کیروشمون بعد گردن من انداخت گردن تو بله اینا انداخت دیگه کاملا شما رو منشوری کرد ها. آره دیگه
هم دستبند و گردنبند و دیگه چیز دیگه نه دیگه خیلی چیزی تو جیبمون نگذاشت فقط همین دو تا دیگه. خیلی خوشحال شدم. آقا گردش کنی میخ میشه، پهنش کنیم سیخ میشه. بله ببین همیشه آقای فارسی جان ببین این آقای تاج هست واقعا همینم من گردش کنی میخ میشه. ببین همینم آقای فردوسی من بگم واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پولی بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه. بعد خدا آقای نوری فکر اینجا هنگ کرد میگه چیه؟ بعد میگه این چیز گرد کنی چرا باید میخ بشه، بعد پهنش کنی چرا باید سیخ بشه دیگه. ما شوری میشیم. آره بریم یه بخشی بچه‌ها گرفتن راجع به امروز الان این اسخای اینجا یه جونور الان اینجاست. این چیه الان آیه که الان من میتونم اینو بگیرم بعد نشون بدم به شما. حالا اگه بعد فکر می‌کنم میشم در واقع با محیط زیست اینا مشکل داشته باشم. الان یه جونور عجیب غریب اینجا و جلوی من دوربین هم نمیتونه بگیرتش، داره میاد اینجا. این ایزی و خیلی راحت. من خواستم نشون بدم بعد میگم نه این با حیوانات مشکل داره، با جونورها مشکل. رسانه ها و سازمان ها این یه تشکر اول از همه. این سه که من باشید داشتم نشون میدادم الان توضیح دادم میگن چرا سه نشون. الان آقای زمانی مدیر گروه ورزش داشت می‌پرسید تا چند من این سه که الان نشون رو آنتن را گفتن تا 3 وقت می‌خوام. گفتن درش این در واقع هیچ عدد بازی نمی‌کنه. آقای زمانی اونجاست بعدش نشون میدادن که تا 3 ما وقت می‌خوام تا 3 بامداد. آقا یه بسته از این بگی واقعا. یعنی آقای عیاری خوردن قبلش 5 نفر آقا اینو چرا نمیشه؟ آقا استودیو دوستان آقای مایل کوهن اینجا توش برنامه ضبط می‌شده. خب یعنی کار صوبیاست. نه حالا اینجا رو آپدیت می‌کنیم، بالا رو آپدیت کنیم. یکی آدامسشو چسبونده ایزی. مثلا این کار درستیه. من نیست، من فکر نمی‌کنم باشه. به خدا قسم اینا. آره به خدا. خیلی طبیعیه چون دست میزنی ایزی و آدامس میاد تو دست. نه این جدی آقا میذارم اینجا خانه. جلسه فنی بشینی رقیبت میره داخل. بپرسین از مهدی. شما اینو به من نگفتین علی آقا. شما بعد از جلسه آقا چرا میخندی؟ من خودم بعد از جلسه من خودم اومدم تو جلسه فنی علی آقا. بعد از جلسه خدا فنی پدرتو بیامرز. اما بچه مال محل خودتون اینا یه چیزایی مثلا این چیزای باحال که بشه صحبت کرد یه قابل پخش هم باشه و مشکلی یادم ولی یکشون میگم تیر هوایی داری یا فلان. تیر هوایی داری یعنی خیلی خوبی؟ یعنی دیگه تیر هوایی یعنی کار خوب انز تیر هوایی داری. تیر هوایی داری خب. دیگه الان روسی یاد گرفتیم دیگه اونجای روسی اویویو و اینا. اویویو الان اتفاقا گل سامان قدوس که پخش گزارش کرده اویویو همچین چیزی بود. اویویو اون روسی سوئدی ربطی نداره. اونجا میگن ما اینو یاد گرفتیم. اویویو یعنی مثلا خیلی چیز خفن خوبی باشه. کار خوب انجام میده. اویویو دستشو اینجوری میکنه؟ نمیدونم دیگه. آخه تو نمیشه. خیلی خوب و سریع پیشرفت کردی. این خودت یکم سوسولی کردیم موها دیگه بالاخره تو دوربین و اینا میریم گفتیم یکم بهتره. الان ژلمل هم زدی این وسط قشنگ. تافم زدم. جدی. نواتیوی.ir آدرس سایت برنامه ماست، برنامه مچ اپ تودی. ببینید قرار نیست این هفته آقای گریلینه که با لباس غیر معمول برنامه اجرا کنه، گفته فصل بعد نیست میخواد این کارو بکنه. یکی از کاندیداش فکر کنم لباس تیم ملی ما هم میتونه باشه قطعا. حالا حتی آقای حسینی گفتن این نیست، همین که رونمایی کردن تنو مانکنه کردن، یه نسخه‌ش هم دست آقای فنایی هست، میتونیم برسونیم به آقای گریلینه که از اون استفاده. آقا ما رو وارد بازی‌های چیزی نکن. کوشی می آوردینش. آقا زنگ بزنم به اصغر حسن زاده ببین آقا لباس چه جوریه بنده خدا. من اولش کم تو حاشیه ماشیه هم بودی یا مثلا میگفتن یه بار نمیدونم موهاتو رنگ کرد، رنگ چه رنگی کرده بودی موهاتو؟ ما یه بار زرد کرده بودم. زرد؟ نه نوکشو یه ذره زرد کرده بودم. بعد امیرخان صدام کرد گفت اکبر بیا اینجا ببینم. گفتم چی شد امیرخان؟ گفت موها چه رنگیه؟ گفتم آقا حنا گذاشتم. خب حنا گذاشتم بعد ولم کرد دیگه.
گفت هنوز موند اون وقت موند. آره هنوز مونده بودم میرفتم میزدم بازم میموند دیگه. اما چه کاری این چیه این کارش الان که این کارا نمی‌کنی ها؟ نه الان دیگه متأهل شدیم. دیگه وقتی متأهل شدی دیگه زودم ازدواج کردی نه؟ چی؟ زودم ازدواج کردی. بله من 17 سالگی. چند سالگی؟ 17 سالگی. بعد چه خیلی همسرتون از خودتون کوچیک‌تر یا بزرگتر؟ نه همسرم 1 سال از من کوچیک‌تره. در برابر سیاه جامگان باید بگیم سیاه جامگان بگیم مشکی پوشان دیار خراسان. رو هم صحبت میکنه با آقای عباسی. تیم قشنگ همین اسمش آدم بگه یکی چقبه، یعنی اگر بخوای که مشکی پوشان دیار خراسان یکی چقبه وارد زمین نشده. بعد آقای ما هر موقع میایم صحبت کنیم آقای افشاریان میاد. تصادفی بخوام چرا بله ما دفعه قبلم اینجوری بوده. شما این اصلا تیک کارت زرد دومو داره. شما ببخشید صحنه‌ای که من اخراج شد کنید. آره می‌بینیم مثلا بعضی صحنه اما خود این گرفته ادامه داره. جواب بدم آقای عادلخان. بله عادلخان اینجاست. آقای دایی من سلام کنم خدمت شما و ان که هر جا باشی پویا و سر حال باشی. من با شما توی فقط یه مسئله مورد ببین چقدر افشاریان چقدر خوبه گفتیم پنالتیه. نه آقا ایشون دیگه ببخشید اینم بگه پنالتی نیست که خودشو میبره زیر سوال. این پس مونده اینو بگه که پنالتی نیست. نه شما ندیده بودی این ساعت اونجا بودی؟ نه من اصلا تو بازی ندیدم. بعد این صحنه اینجا آخر بازیه. یه قلوب از لیوان آب بخورم. آره با خودکارش بنویس خطی خیلی خوبه. خیلی خط 90 نمیبینی کلا ولی کلا خط زیاد همه میبینم این چه بیخودی. آره همه پرسن میبینه. هر پرسن چیکار میکنه فوتبالی نیستم. ادامه قرعه کشی شب عید هست. الان خودشون به خدا همین کاراشو خودجوش کرده. اصلا هیچ صحبتی نه بابا گفتی بهمون که بیرون یه سری کاغذ داده اونجا من به این ور سن باشا لیوان من به عنوان طرفدار از لیوان من آب بخور. حتما خودکارش نشون بده. اون آقا اونجا به من گفت که اینو خیلی یه آقای به من گفت اول کتتو بزن که معلوم شه این خیلی حساسه. بعد من تعریف گفتم این عددا قرعه کشی میخوام تو انجام بده. خودتون همه رو میگه. آره یه بخشی ببینیم یعنی خیلی خراب کردیم ما بچه‌ها. آره اصلا من صدا شما رو ندارم آقا. من شما چرا میشنوید من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم شما گفتی الان ندارم. نه الان ببینید اون موقع که آقای ببخشید شما دنبال چی هستی؟ من واقعا تاسف می‌کنم. یعنی به کی؟ ببین با وقتی که صحبت می‌کنی با مخاطبت اجازه بده مخاطبت حرف بزنه بعد شما صحبت کن. بفرمایید. الان تموم شد صحبتتون؟ الان بعد صحبت. خب بذار الان یک برای که کمک بده. خودشو دارید. قبل از اینکه شما مجری تلویزیون بشید و بنده مربی فوتبال بشم ما با هم همکار بودیم. هم شما میدونید و هم من. و جفتمون هم میدونیم که شما پرسپولیسی هستی های فرزانه. غیر از این تکذیب میکنم شدیدا ها. نه اصلا تکذیب نکنید. آقای فردوسی پور دیگه به من که این چیزا رو شما نگید. شما پرسپولیسی هستید. تو تمام آمارایی هم که میگیرید یه جوری میخواید پرسپولیس رو ببرید بالاتر. حالا بحثی نیست. منم که خودم حالا اعتراف میکنم آقای فردوسی پور. بنده قبل از اینکه مربی تراکتورسازی بشم طرفدار پرسپولیس بودم. گرچه الان تراکتورسازی رو با هیچ تیمی عوض نمیکنم ولی بنده پرسپولیسی بودم. ایگوار نیست. شما هم خودتون میدونید فردوسی پور پرسپولیسی بودید. پنالتی گیر هستی یا نه کلا؟ نه نمیدونم. پنالتی شانسیه دیگه حالا ولی باید پنالتی گیر بشیم. یا مثلا ما حالا من بذار ما با هم تمرین ما قبل از یا بعد از تمرین استقبال بود. بعد گفت آقا بیا پنالتی بزنیم. گفتم 5 تا میزنم. تو گفتم 3 تاشو باید بگیری. گفتم من 2 تا گفتم خلاص من گفتم 3 تا باید بگیری 3 تا بگیری بردی. بعد دیگه من نمیخوام بگم که دیگه نه اگه از بقیه فوتبال اسلامی پرسین دروازه‌بان پرسین از 5 تا 2 تاشو بگیری تمامه. شما گفتی 3 تا ولی من 2 تا رو گرفتم. بعد من نمیخوام بگم چیپ زدم دیگه من نگم دیگه اینا نمیخواستم ریا میشد اگه نه ولی خودش خیلی خوبه. قربان شما مرسی سلام. برخورد
میخوره تو با دست. حالا من بگم شما دیروز یه مسابقه داشتیم به مناسبت شنبه بود. سال پلاسکو بود. با آتش عین همین ضربه من زدم، بازیکن دستو اینجوری کرد. آقای مرادی داور بودن. گفتم آقای مرادی پنالتی. نه اصلا چی عرض کنم که آقای فردوسی پور صحنه اگر داور صحنه رو که ندیده خب تصمیم نمیگیره مثل همونجا، ولی اینجا که وقتی دیده و به درستی هم دیده مطمئنم پنالتی. اونم پنالتی بود پس. بله کاملا ما از کردیم خدمت. پس این بله کاملا از دست استفاده میکنه. منتها اونجا بازیکن و دروازه‌بان با هم نزدیک بودن، خیلی تشخیص مشکل بود، ولی خب همین حالت بود. تموم شد. 100% اینجوری مثل سیار بود 100%. 32 سالش و در زندان 13 ساله و بعد یه پولی جمع بشه تا این از زندان آزاد بشه. داستانش فوتبالی بوده کاملا. دوستان قاتل، من خواهشم از دوستان قاتل اینه که راه نیفتن بیان جلوی شبکه 3 و جلوی جامعه، چون ما دفعه قبل یه بار چیز کردیم، یه زندانی چقدر دوست داشتنی بودن، خانواده مقتول، رفتیم سراغ خانواده مقتول توی شمال هم بود. بعد اون زندانی از پای چوبه دار مادرش رضایت داد و آزاد. و از فرداش یعنی بود یه مدت چند وقت تمام قاتلای محترم یا میومدن جلوی شبکه 3 یا میومدن جلوی جامعه جمع. من آقا مثلا ما کاری نمی‌کنیم، فوتبالی بود داستانش. 5 ماه بسته شد. اینو گفتم من حالا من اگه همین هر جمله‌ای فکر کنم یه توضیحاتی بدم. اگه طرح جدید نمی‌خواست بده، همین طرحی که تو منیریه زده بودید، یوزو زده بودید، از پیراهنایی که از آدیداس گرفته بودید تو منیریه زده بودید، همینا رو آمیدید به آدیداس. میگه آقا اینو واسه من بزن. منیریه کسی نگرفت. حالا اینو بگی فردا میگه آقا گفتید تو منیریه. اینا رو آدیداسی که بیرون خب شما خودت زدید دیگه. برکس رو تو ایران زدن. این بازی این فکر آره دیگه، نگاه به خدا دیگه توی باشگاه آزادی قشنگ بازیکن یوز داره، چه یوز قبول دارم من.